پدر بزرگترین هدیه است که انسان باید. ما دقیقا هر قدر میگیم که ما ارزش پدر رو میفهمیم، ما اگر میگیم ما ارزش مادر رو میفهمیم، کاملا اشتباه است. ما مطمئن هستیم که اندکترین بسیار ذره از قدرهای پدر رو نمیفهمیم، از مادر رو نمیفهمیم. ما واقعا خجالت هستیم پیش پدر، پیش مادر، هر کدام ما و شما باشیم. ممکن خدا با مسئولیت احساس کنیم، اما دقیقا مسئولیتی که داریم ادا نمی‌کنیم. من دقیق به خاطر دارم یک روز از روزها از کابل از برنامه آموزشی برمیگشتم که در ها بودم، پدرم زنگ زد گفت بچه بخیر میاد. گفتم پدر من دیگه که سر پل میرم، کم کار دارم، کارهای زیاد است، انشالله هفته دیگه برمیگردم. کلونش بغض کرد، گفت بچه تمام شد، پدر مادر نمیشه، از سر پدر مادر تیر میشه، میری طرف وظیفه، یک قدر پول ارزش نداری. دور خوردن تا شدم از موتر جون خانه آمد. یک زیر خانه داشتیم همینجا، بعد تو یک شده گردش گرفتم میشت زمستان بود. زمانی که دست شب بوسیدم اشک از چشمای جاری شد. گفت بچه یک روز پدر و مادر پیدا که نمیتونی نقه پشت پول نکردی. دقیقا گلونش بسیار بخت کرده بود، اشکش آمد. پدر ببخشید، کارم زیاد بود، باید میرفتم. خب به هر صورت رفتم. واقعا یک کلمه گفت بچه، گفت زمان ارزش پدر و مادر میفهمین که خود شما پدر مادر شد. تا اون زمان دیگه دقیقا در پای بزرگا درست بود. بعدا رفتم سر پل، مدت ها مریض بود، مریضی که آنچنان باید می بود نبود. برادر بزرگم کابل بردشون، پاکستان برد، از پاکستان آمد. یک روز برام زنگ زد بچه نامدی، 20 روز میشت ندیده باشم. روز پنجشنبه بود صبحی زنگ زد بچه نامدی. گفتم پدر ما شبیه رو میایم بدون پول ندارم، چه قسم میاد. درست بچه بود جور باشی. 3 بجه بود برادر بزرگم گفت فرید کجاست؟ گفتم شو ریاست است، سر پل است. گفت بیا دیگه پدرم نیست. 20 روز ندیده بود، نمیفهم چی گفت، فایده دلش داشت که برام نگفت. سخنهایش مانده روز آخرت که باید بشنم. چقدر سخت. لحظه ای از پدر و مادر اگر میتونین احوال گیری کنید، دانه گران بهاز پیدا کردنش خیلی دشوار. بعضی اوقات در فاحش یاد می واقعا درد می‌بینم. فقط ای به عنوان یک گذشته بود که من برای شما گفتم فقط کوشش کنین ارزش این گوهر گران بها رو بفهمید. هر لحظه که میبینین ببوسین، هر لحظه که میبینین دستایشان رو ببوسین، خدمتشان رو بکنین. گرچه ما واقعا شرمنده هستیم پیش پدر مادر، اصلا خدمتی که باید میکردیم و نکردیم. هیچ پدر مادر قلبش بدعا نمیکنه، مطمئن باشین. هر قدر شما خدمت نکنید پدر و مادر، ولی باز هم پدر و مادر دعایش بپرسید. مگر هیچگاه محتاج نمیشم، مطمئن هستم و دعای پدر و مادر است. مطمئن هستم سختترین شرایط تیر کردم، سختترین تنگ بسیار تیر کردم، اما هیچگاه محتاج نشدم. دلیلش هم دعای پدر و مادرم بوده. فقط از شما میخوایم دعای پدر و مادر بگیریم، همیشه پدر و مادر دعا